با سلام، خوش آمدید به ویدیوی جدید و متفاوت. در این ویدیو قراره با چند فیلم ترسناک آشنا شوید. لایک و دنبال کردن یادتون نره. بزن بریم. فیلم لبخند یا اسمایل سال 2022 آمد و نحوه لبخند شخصیت‌ها آنقدر ترسناک و آزاردهنده بود که از نظر خیلی‌ها این فیلم یک فیلم وحشتناک بسیار موفق بود و توانست خیلی‌ها را بترساند. داستان فیلم با یک روانپزشک به نام روز شروع می شود. روزی سرکار او شاهد ماجرای عجیب می شود و زنی جوان در حالی که لبخند کریهی به لب دارد خود را می کشد. از آن پس زندگی روز دچار تغییرات آزاردهنده و عجیبی می شود و مدام با افرادی لبخند به لب که او را تهدید می کنند مواجه می شود. زندگی روز به طور کل به هم می ریزد و اتفاقات ترسناکی برای او و همینطور بینندگان فیلم ایجاد می شود. دومین فیلم ران را باید بیشتر یک اثر دلهره‌آور بدانیم. در این داستان خبری از اجنه و ارواح وجود ندارد و موجودات جهنمی با گریم‌های ترسناک را نمی‌بینیم. به جای آن با رازهای سیاه انسانی و کاری که با او می‌کنند طرف هستیم. این فیلم درباره مادر و دختری به نام‌های دایان و کلویی است. کلویی نوجوانی است که هیچ زندگی اجتماعی ندارد. او نمی‌تواند راه برود و از ویلچر استفاده می‌کند. همچنین در خانه تحصیل کرده و هیچ دوستی ندارد. کلویی به برخی از رفتارهای مادر خود شک می‌کند و به این پی می‌برد که او رازهای ترسناکی دارد که از دخترش پنهان کرده است. به همین خاطر او که حالا وحشت کرده تلاش می‌کند تا از مادر خود فرار کند. این فیلم برای کسانی که داستان‌های دلهره‌آور دوست دارند و چندان طرفدار فیلم‌های ترسناک تسخیر و شیاطین نیستند، گزینه مناسبی است. یکی از بهترین فیلم ترسناک‌های 2023 این فیلم است. بنابراین اگر می‌خواهید به مدت 90 دقیقه حسابی بترسید و گریم‌های دلهره‌آوری را ببینید، این فیلم را انتخاب کنید. این فیلم از جایی شروع می شود که بس به دیدن خواهر بزرگتر خود یعنی الی و 3 فرزند او می رود. در ابتدا این یک دیدار خانوادگی زیبا و دوست داشتنی است، اما خیلی زود به واسطه اتفاقی همه چیز دگرگون می شود. زمانی که شیطان فراخوانده می شود، او به دنبال یک بدن میزبان می گردد که بتوانند نقشه های خود را عملی کند. اولین کسی که سر راه او قرار می گیرد الی است. پس از تسخیر الی همه چیز طور دیگری رقم می خورد و حالا بازماندگان باید تلاش کنند تا با یک شیطان قدرتمند در خانه خود مقابله کنند. این فیلم ترسناک جذاب و دیدنی یک گزینه بسیار خوب برای افرادی است که عاشق این ژانر هستند. خب دوستان، این هم از ویدیوی امروز. امیدوارم از این ویدیو خوشتان آمده باشد و اگر پارت دوم را هم می‌خواهید حتما تو کامنت هم بگید. لایک و دنبال کردن یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.